خداوند زیبا آفرین هست. یکی از صفات رب العزت والجلال لطیفه. لطیف یعنی ذاتی که با دقت خاص خلق می کند. الله می فرماید ولقد زینا السماء الدنیا بمصابیح، ما آسمان را با ستارگان مزین ساختیم. آسمان خیلی زیبا هست با ستارگان و مهتابش. زمین با دریاها و درختان و جنگلات و منظره های زیبا خیلی زیبا و مزین هست. اینا همه زیبایند، ولی زیباتر از این همه به درگاه الله رب العزت والجلال صدای گناهکاری است که به درگاه خدا رو می آورد و الله الله می گوید و از الله بخشش طلب می کند. این صدا خیلی زیباست. الله این صدا را خیلی دوست دارد. از همه زیبایی ها این صدا زیباتر است. خیلی ها قاضی می شوند، به عوض پروردگار عالم حکم می کنند. به مجرد که گناهکار را ببینن مهر جهنمی بودن را بر پیشانی گناهکار میکوبند. با نماز خود مغرور نشوید. این را بدانید که صدای ناله گناهکار به نزد خدا محبوب تر است از صدای تسبیح ریاکار. خیلی ها تسبیح میگویند و ذکر میکنند و نماز میخوانند و مغرور میشوند، فکر میکنند که خدا فقط مخصوص برای خودشان هست. گناهکارم خدای مهربانتر از پدر و مادرش دارد. خداوند به ما اجازه نداده که قاضی بشیم و حکم بکنیم و فیصله بکنیم و مهر جهنمی بودن را بر پیشانی انسانها بکوبیم. خداوند از غرور بدش می آید، از کبر بدش می آید. نماز اوج تضرع و اوج فروتنی و تواضع انسان در برابر پروردگار عالم است. نماز نباید ما را مغرور کند که کسی را تحویل نگیریم، به گناهکار را به عنوان انسان تلقی نکنیم که ما نماز می خوانیم. در بین جامعه میگوییم فلانی پوزش به خاک مالیده شد. این اوج شکست و تواضع فلانی است. ما هم در برابر پروردگار عالم پوزمان را و بینیمان را به خاک میمالیم تا تواضع و فروتنیمان را ثابت بکنیم به درگاه رب العزت والجلال. نباید این نماز ما را مغرور بکند. خیلی گناهکاران بودن، شراب نوشان بودن، دزدان بودن، توبه کردن، از جمله اولیای خدا شدن. مگر رحمت خدا منحصر به من و توست؟ رحمت خدا خیلی وسیع و بزرگه. رحمتی وسعت کل شیء. رحمت رب العزت همه چیز را فرا گرفته. اجازه دهید برای گناهکار تا صدای خود را به درگاه الله رب العزت والجلال بلند بکند، گریه بکند و ناله بکند. این ناله خیلی محبوب به نزد الله. جالبه، یک انسان نماز نمیخوانده، کسی به او توجه نمیکرده. حالا که نمازخوان شده انگشت انتقاد بر سرش دراز هست. فلانی چرا نماز نمیخواندی؟ حالا که توبه کرده، حالا که بازگشته. فلانی شراب می نوشیده، کسی توجه به او نمی کرده که دستش را بگیره و به سوی الله را دعوت بده، ولی حالا دست از شراب نوشیدن کشیده. خیلی ها انگشت انتقاد می گذارن، چرا شراب نوشیدی؟ چرا فلان کردی؟ اون خدای مهربانتر از پدر و مادرش دارد. توبه کرده. بگذارید گناهکاران را که بازگردن و به آغوش رحمت رب العزت والجلال والاکرام بیایند.